صدا آمد از نیاگان با غیرت پیشوای دوران. جشنی صدا آمد از نیاگان با غیرت پیشوای دوران. احیا شده از 1000 ساله بر خلق عزیزی تاجیکستان. احیا شده از 1000 ساله بر خلق عزیزی تاجیکستان. جشنی صدا آمد از نیاگان با غیرت پیشوای دوران. جشنی صدا آمد از نیاگان با غیرت پیشوای دوران. از دوری خوشنگ و از قیامت آمد به نوای شادمانی. گرمی دلی 1000 عصر است خورشید صفات جاویدانی. گرمی دلی 1000 عصر است خورشید صفات جاویدانی. جشنی صدا آمد از نیاگان با غیرت پیشوای دوران. جشنی صدا آمد از نیاگان با غیرت پیشوای دوران. جشنی صدا آمد از نیاگان با غیرت پیشوای دوران. جشنی صدا آمد از نیاگان با غیرت پیشوای دوران. بخوانم اگه نهال بینشان آماده بشو به فصل نوروز. بیدار کنی زمین و خورشید شادانه بیا و گلخن افروز. بیدار کنی زمین و خورشید شادانه بیا و گلخن افروز. شکران از این بختی آسمانی از وعدت و صلح و از امانی. بر ملت ما نصیب گشته حاله بلند جاویدانی. بر ملت ما نصیب گشته حاله بلند جاویدانی. جشنی صدا آمد از نیاگان با غیرت پیشوای دوران. جشنی صدا آمد از نیاگان با غیرت پیشوای دوران. با غیرت پیشوای دوران. درود دوستانی عزیز، برنامه گنجور است و تصمیم گرفتیم که در عرفه جشن صدا یک برنامه خاصی را پیشنهاد شما گردانیم، بخشیده به جشن صدا. صدا یکی از آیین‌های قدیمی ملت تاجیک است که در سرچشمه ها درباره این جشن بزرگ بسیار گفته شده است. خاصه فردوسی بزرگ جشن صدا را به هوشنگ یکی از شاهان اساطیری ما ارتباط می‌داند و خلاص در سرچشمه ها درباره جشن صدا حرف‌های زیاد است و امروز برنامه ما را ترانه‌های جذاب انسامبل فولکلور اتنوگرافی شهر ترسونزاده زیبا خواهند کرد و برنامه ما با یک ترانه صدا آغاز گردید. اکنون با به دست آوردن استقلالیت جشن صدا، جشن مهرگان دوباره احیا گردید و این جشن آهسته آهسته مردمی گشت دوباره و حالا در تمام نقطه های کشوری عزیزمان جشن صدا را تجلیل میکنند. درود به شما، خوب است کارتان نقل است. این ترانه‌ای که پیشنهاد کردید مالی کی بود و این آهنگ را کی ایجاد کرد؟ راستی گپ همه ما میدونیم که پیش از جشن بین المللی نوروز 50 روز پیش از جشن نوروز جشن صدا هست. ما بخشیده به جشن صدا با شاعر عبدالقادر قاسم مصلحت کردیم. من پیشنهاد کردم که با ما یک سرود درباره جشن صدا پیشنهاد کنن. با قلم عبدالقادر قاسم این شعر روی کاغذ آمد و من گرفتم برای آهنگ بسته همراه انسامبل به جشن صدا تیار نمودیم. بله. خب هر سال همین گونه جشن صدا را در شهر شما با همین گونه تنتنه تجلیل بله بله، هر سال ما در شهر ترسوده چهل که میدونیم جشن صدا نمایشی نهال های سایه افکن می و دهنده گلو بوته ها و تخمی های غلدانگی پیشنهاد میشد. البته ما در این جشن انسامبل فولکلور اتنوگرافی قراتاق با یک برنامه بهترین برای مردم پیشنهاد میکنیم. یک برنامه خوب و رنگین رو پیشنهاد میکنیم که مردم خوب پذیرایی مینمایند. بله، چون انسامبل شما یک از انسامبل هایی هست که بیشتر به نمون عنعنه و عادت ها و عموما عرف و رسم و آیینی که مردمی ما داشتن تکیه میکند و در اساس یا سرود ایجاد میکنند. بله بله،
ما بسیارتر همین آهنگ‌های سرودهایی که ایجاد میکنیم از طرف انسامبل فولکلوری اتنوگرافی قراتاق سرایده میشد. بسیارتر این سرودها همین خاصی مردم قراتاق است. بله. ما بسیارتر با همین در همین سبک و رویه آهنگ بله آهنگ ما بسیارتر در همین رویه آهنگ‌های خلقی عنعنه‌های مردمی رو از نو احیا میکنیم، پیشکشی مردم میگردانیم که البته من هر یک سرودی که از طرف انسامبل فولکلوری اتنوگرافی قراتاق چی در تالارهای کنسرتی چی در جشن‌های بین المللی یا که در فستیوال آزمون‌ها ما دعوت میشیم، ما این سرودهایی که خلقی رو میسرایم با عنعنه‌های مردمی مردم خوش پذیرایی مینماید. من از همین کفکبی‌های مردم حس میکنم که این سرود به مردم بیشتر پسند است. و واقعا همین جشن‌های ملی ما از قدیم همین گونه بودن که در برابر خود همچنین سرود و موسیقی داشتند. وقتی که جشن‌ها برپا می‌گردید بجز از آن رسم آیین‌هایی که داشت، همچنین سرود و موسیقی و ترانه‌خوانی یکی از جزوهای مهمی تمام جشن‌های ملی ما بوده است. در سرچشمه آمده است که از آن که مردمی فارسی زبان مردمی بودند که بیشتر می‌خواستند شاد باشند، خوشحال باشند، به همین دلیل در یک سال انقریب 60 روز را به جشن‌ها می‌بخشیدند. یعنی 60 روز خرسندی و شادی داشتند که می‌خواستند به واسطه همین جشن و مراسم‌های شاد غم و اندوهی که در دوام سال دارند این را فراموش کنند و طبیعی است که برای فراموش کردن غم و اندوه سرود، موسیقی، ترانه برای آنها باعث میشد تا با واسطه ترانه و سرود و موسیقی آنها غم و اندوه خود را از دل بیرون کنند. خاصه پیش از جشن صده مردم هیزم جمع میکردند و جشن صده در شب برگزار میشد. هنگامی شب و مردم جمع می آمدند، خاصه مطربان در آنجا جمع می آمدند و سرود می خواندند، شادمانی می کردند، نشاط می کردند و فکر می کنم که همین عنعنه، همین میراث، همین فرهنگ تا به امروز تا به ما رسید، چون ما طبیعتا مردمی شاد و خرسند و مردمی هستیم که به غم و اندوه تن نمیدهیم. به همین دلیل اگر به سرودهای فولکلوری ما نظر افکنیم بیشترش روحیه شاد و خرسندی و مثلا تنتنه دارند. بیا درباره سرودهایتان بگیم که چگونه جمع آوری میکنید این سرودهایی که شما در مراسم ها بیشتر آن را زمزمه میکنید؟ من راستیگه از اون وقتی که در همین انسامبل راهبر شدم تا من 20 سال میشد، من بسیارتر با مردمان همین یکی از فولکلور شناس، مردم شناس دلشاد رحیمی چندین بار بسیارتر در صحبت هستم به واسطه درباره جشن و مراسم ها با عالمان سر کار دارید. عبدالفتاح امینوف بله به نهایت همین نورعلی میرزا علیف بسیار صحبت میکنم طریق تلفنی که میرم مواد میپرسم بسیارتر. من از مردمی کهنسال قراتاق بسیارتر من همین موادها رو از پیران دهه قراتاق جمع کرده هستم. از پدرم بسیارتر میپرسیدم که میگفتن که ما در وقت همین گندم درا بسیارتر یازی میخوندیم. میگفتن همین مردم بسیار یازی چی است؟ مردم گندم درا میکنند هم درد دل خود رو میگه، دیگرها هم بلند در آخرش داد میزنن. من مثال اکای ذوالفقار با از ما کهنسالتر میدونن. مثال گندم درا که میشید مردم یک اگه خیلی زیغ نشیم گفته با یک خورسنده اومده با یک چی میخوندن. شما یادتان هست یازی در یازی اشتراک میکنید؟ چند ساله بودید؟ او وقت خیلی ما یاش بودیم در آب میبردیم با ویارا چای میبردیم. آب در چی میبردید؟ در کوزه ها او وقت حکم خیلی چیزا بود. کوزه ها بود. از پوستی حیوانات نیست، اونم میش میساختن. میشم او وقتا میشه بسیارتر بود برای که چیزا کمچین بود آخه. لیکن طبیعی بود نه؟ آب چقدر در وای همه چی طبیعی. آب در میش چه خیلی میستاد؟ هم چخیلی که همون چشمه چشمه بگیرده هم خیلی. خب از یازی ها یکان چی در یادتان هست؟ از یازی ها میگفتن ای گندم لاله میان گندم لاله میگفتن بعید میگفتن مردم ای عاشق شده‌ام به دخترای خنغاله وای داده ای دختر خنغاله به ما دل دارد
دو چشم سیاه زبان بلبل دارد همه برابر داد میزدن. نیست حضور این جشن، حضور این چیزا نیست. چند سال داشتید شما در همین را؟ او وقتا خیلی ما 30 سالمون هم خیلی بود که اما 8 هم خیلی 6 7 ساله هم خیلی خورسال بوده. هم خیلی که هم فقط آبیار چای بیار هم دستیار خیلی هم دستیاری مردم همین بسیارتر روبایتی این حزل و شوخی میخوندنده برای والده گردان. بله چگونه روبایت هزلناک بود؟ خیلی شوخی بود. یادتون هست اون چیز؟ ای گندمکی خود روی درم میکردم ای من یارکی ره دوری خبر میکردم ای یارکی ره دوری خبردار نشد ای در پشتکی یا نهادرم میکردم بله انا بخیر بودم. ای گندم درو کردم که یارم آمد ای چاینی کوری چای پیاله بر دست آمد. شما هم میرفتید میگونه گندم در هوا بوده؟ البته مهون میرفتیم نالی ها بعد چای میگرفتیم. برای پیاله چای باید آورد. پیاله چای میگرفتیم، در طبق نون میگرفتیم، با مردکای گندم درو نون چای میبردیم. تقسیم میکردیم. باید سرود دیگر دارید به فکرم نه امروز. خب چون برنامه ما بخشیده به جشن صده است، همیشه باید سرود و موسیقی و شادی باشد. خب چی ترانه پیشنهاد میکنید؟ وزید ترانه از طرف بانوان انسمبل فولکلور سرود باغبان. خوش آمدید. کاراتون خوب است؟ چون برنامه امروزه ما به جشن صده بخشیده شده است، ما میخواهیم که سوال ما راجع به جشن صده باشد. جشن صده یکی از قدیمترین جشن‌های مردمی ما است که با گذشت زمان از میان نرفت. خاصه در زمان سامانیان همین جشن به طور رسمی تجلیل کرده میشد و بعدا از دولت سامانیان به دولت غزنویان نیز انتقال یافت. در زمان سلطنت غزنویان نیز جشن صده را تجلیل میکردند. خاصه اگر ما به سرچشمه ها ببینیم شاعرای ما عنصری، فروخی، منوچهری خیلی زیاد درباره جشن صده مثلا یاد کردند در ایجادات خود. بیاید از سرچشمه های تاریخی برای ما بگوید. درست است که به اون چیزی که درباره صده میگیم خود معنای مفهومی صده یعنی یک شبانه روزی که به همین فصل موافقت است و رو در
دو شبانه روز صوم میکنن. برای چی؟ یک شب یک روز. هم یک شب یک روز دو صوم میکنن. 2 کرات 50 100 میشود. این وابسته به چی است؟ وقتی که آفتاب پس میفراید پس میرود، روز کوتاه میشود و شب دراز میشود. اگر همین خیلی ما مشاهده کنیم از ساعت 7:30 تا ساعت 5 روشنایی است و باقی مانده قریب 70% شب است. از این رو فیلسوفان چی آسیایی یا که فیلسوفان یونان و ریمی قدیم جشن سده را بیان کردند. یعنی پیش از نوروز، یعنی 100 روز پیش یا 100 شبانه روز پیشتر، هر قدر که آفتاب بلند برآید همان قدر گرمی می شود. بلندتر که برآمد هوا گرم می شود و عالم نباتات جزئیات زنده آهسته زنده می شوند. من حاضر وقتی که ما میبینیم ماه ینور تا 10-12 فوریه این به چه رسم میاد؟ به دوره سده رسم میاد. سده این چی است؟ حاضر ما اگر زمین در ماه بهمن بهمن میخواد یک دوره معین. حاضر اگر ما گل داوودی رو اگر زیرش رو کویم علاقه کو در زیر گل داوودی کمش کو 40-50 کو 90 ها ریشه های گل داوودی کو از نو میبرند. یا اگر حاضر بینم که ماهی ها در زیر سنگ تخم میگذارند. یگان ماهی بیرون میبراید، یگان طرف نیز فقط دوره تخم گذاری چی است؟ برای چی است؟ یا من خرس در همین دوره کو خواب میرود، یا کلی خزنده ها در همین دوره کو خواب میروند. من مور، من سنگپوش و دیگر بعد منصوبه که به خزنده ها هستند. دوره خواب یعنی آنها قریب که 100 در همین دوره آنها خواب میروند. برای اینکه ساده میگن آمادگی به عید نوروز. اگر تاریخ ساده حساب کنیم از سرچشمه‌های قدیمه از روی علم پتروگرافیا آن نقشهایی که در اهرام‌های مصر قدیم هست، در چین هست، در هندوستان هست، یا که بعضی اهرام‌هایی که امروز در عربستان هستند، در بالای شنگ‌ها اهرام‌ها یعنی پیرامید میگن چی هست؟ نقشی درختان، نقش گلها، نقش یک بعضی یک رمزها تصویر شدگی. این چی است؟ این نشانه های جشن سده است. یا من تاریخ نوروز و سده که از روی بعضی معلومات ها با 5000 سال برابر است. این چرا نشون میدهد؟ اون چیزی که با علم پتروگرافیا اون نقش و نگارهایی که هستند، نقشی که در بالای سنگ ها هستند، اصلا اثبات علمیش همین است. اون چیزی که خوانده می شود، دیده می شود، این عملی است. همین جشن های ملی ما مثلا جشن نوروز به شاههای اساطیری و شاه اساطیری جمشید منسوب دانسته می شود. جشن مهرگان به شاه اساطیری ما فریدون منسوب دانسته می شود و جشن سده باشد به شاه اساطیری هوشنگ. همین جشن ها در برابر آنه که اساطیری هستند، یعنی عقیده های اساطیری دارند، در این برابر علمی طبیعت شناسی، جغرافیا و همچنین علمی ستاره شناسی هم در همین جشن ها دیده می شود. در برابر آنه که ما اساطیر داریم، اندیشه های اساطیری در ادبیات زیاد هست، ولی در این برابر مثلا علم هم در این جشن ها دیده می شود. یعنی چگونه حساب کتاب جغرافی، چگونه درست حساب کردن قریب 7000 سال یا 8000 سال پیش. ببینید که چقدر گذشتگان ما اندیشه و تفکری بای داشتند. یه درست شما کردید. اگر زمین در یک دقیقه 30 کیلومتر دور میزند، اما 510 میلیون کیلومتری که مساحت زمین هست یا و اطراف زمین هست، در همین دوره که دور میزند، در همین وقتی دور میزند، چقدری که شما جمشید گفتید، این جمشید به آفتاب منسوب است، یعنی شخصیت خود جمشید هم این اشاره به آفتاب است. چیکار میکند؟ گردش زمین خودش کو معین میکند. دوره سده، دوره چی رو؟ دوره نوروز رو، یعنی گردش زمین خودش مطابق به همین دوره های چیز. و دیگر آنچه که ما درباره سده گپ میزنیم، یکی درباره آمد نوروز گپ میزنیم، این پیش از همه که با
چی است؟ این تاریخ هم پرسیم این با دوره های نئولیت و مزئولیت وابسته است که این مثلا در دوره‌ای که اولین بار آتش رو استفاده می‌بردند. من اگر دور نمی‌رویم در قسمت شمال و شرقی شهر ترسوندادن که از پشمی کهنه در همین جهت 15,000 سال پیش آدمانی جمعیتی ابتدایی زندگی میکنند. اگر ما دعوای مشاهده کنیم که بعضی نشانه های ساده رو میبینیم که وقت چی است آدم‌ها که آتش رو استفاده بکنند. در اصل این ساده اینجا آمد یعنی بیدار شوی زمین آمادگی به جشن نوروز است. بله تشکر زیاد. سپاس استاد که امروز آمدید دعوت ما رو قبول کردید و در این برنامه یک صحبت علمی کردید راجع به جشن صده و امروز انسامبل اتنوگرافی فولکلوری شهر ترزوده برای ما باز هم یک ترانه دیگر در انتهای برنامه پیشنهاد میکنند و با همین برنامه رو ما به اتمام میرسونیم. تشکر زیاد.